سلام، من یزدانم و خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوب من. تو این ویدیو میخواستم پشت ماشین تغییرات ایجاد بدم. گفتم یه ویدیو بگیرم، شاید برای شما هم جالب باشه. من موقعی که ماشین رو گرفتم خب هیچ باکسی پشتش نبود. از اونجایی که وسایل کمپی هم خیلی زیادن، هم خب نسبتا وزن بالایی دارن، مجبور بودم که همه وسایل رو روی هم بچینم و حالا با این کش‌های مهاره بار مهارشون کنم که تکون نخورن. ولی خب این باعث میشد که چون حجم وسایل زیاد بود، وسایلی که زیر قرار میگرفت آسیب ببینن، پروفیلاشون خم بشه، بشکنن، یا بالاخره تحت فشار بود. من تصمیم گرفتم یه باکس درست کنم. البته این چوبا رو من توی محل کارم داشتم. این چوبا چوب نوپانه و مناسب این کار نیست. تصمیم گرفتم که با این چوب درست کنم، اون کاری که میخوام انجام بدم و تست کنم. اگر که جواب داد و اون چیزی که تو ذهنم بود در اومد، با چوب بهتر و چوبی که مناسب این کاره من این باکس رو درست کنم. همونجوری که گفتم این چوب نوپانه و اصلا مناسب این کار نیست، چون مقاومت خوبی نداره. قراره که روی این باکس این قسمتش ریل یخچال نصب بشه و یخچال روش قرار بگیره. در کنارش منبع آبم فیکس میشه و اینجا جای بقیه وسایل. قسمت زیر هم پشت و هم جلوش یه در قرار میگیره که یه سری وسایل این زیر میچینم. خیلی ها هستن که اینجا رو یادم رفت کشو میندازن و من کشو به کارم نمیاد، چون که اونجوری که وسایل ها میخوام بچینم کشو باعث میشه که بیشتر فضام گرفته بشه و جا کم بیاد. فعلا این باکس با یه دونه تسمه جغجغه فیکس شده و هیچ تکونی نمیخوره. اینم مال قبل بوده، فعلا بهش نیازی ندارم. بریم ریل یخچال رو بیارم، نصب کنیم، یخچال رو روش بذاریم، ببینیم چی میشه. خب این ریل یخچال همه اول میخوام جاش رو فیکس کنم، جای دقیقش مشخص بشه. بعد پیچش میکنم که محکم بشه. یخچالم باید روش بذارم که قشنگ میزون در بیاد. خب اینم از یخچال. ارتفاع اینجا تا سقف تقریبا 5 سانتی فاصله داره که ریل یخچال میاد بیرون. این صورت در باز میشه و من فکر میکنم جاش الان خیلی خوب. و جای پیچاشو مشخص کنم، با دری سوراخش کنم و بعدم پیچو مهرش کنم. برای مشخص کردن جای پیچا یه مقدار سر پیچا یا رنگ میتونید بزنید. من حالا تو لوازم ماژیک و رنگ نداشتم، من از چسب مرزا استفاده میکنم. یه ذره فشار میدیم و جاش روی تختمون مشخص میشه. خب ببینیم جای پیچا مشخص شد، 2 تا هم قسمت عقب. میریم حالا برای سوراخ کاری. آتیش نگیره.
زدیم، بریم برای بستن ریل یخچال. خب این از ریل یخچال نصب شد، فیکس محکم. یخچال روش قرار میگیره، با تسمه این دستگیرش بسته میشه و بریم برای بقیهش.